پسرت عمار را برگردید از دین محمد و لا تعوذ. تو وای بر تو دشنم ده بر محمد. برایم به جنت که دروازه‌اش برابر است با زمین و آسمان. خدا رحمتت کند. خدا من آرزو دارم که دستانت انجام دادند. کان با سروری ابو جهل و به آنها گفت من نزد او رفتم و گفتم ای محمد بچه الله و محمد پیامبر خداست. روزی قیامت هر کاری کاری میخواهید بکنید. ابوالککن چیکار کردی به خاندان یاسیر؟ حالا نه، حتما
دشمنان خدا مرا بسیار مشقت دادند تا از دینم برگشتم. الذين تتوفاهم الملائكة خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. إنها تجري من تحتها الأنهار لهم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. برای همیشه در آن به سر برید و چی بد جایی است جایگاه. آینه آخرت سرای نیکو برای متقیان است. بهشت های فرشتگان برایشان میگویند سلام بر شما باد، داخل جنت شوید. بني محمد برگرد از بني محمد. بعد آنی که خدا هدایتم کرد و قلبم رو نور ایمان فرا گرفت، دیگر و به همه این سختی ها طاقت دارم. تو چی؟ را خداوند میگوید ولقد بعثنا في كل أمة رسولا متحقق گردید، پس در زمین سفر کنید و بنگرید
و نه امیه ابن خلف نتوانستند ما را عذاب دهند. وان زنهای بی پشتیبان چه مشقت‌های نکشید. ای مردم مسلمان، ما را سخت مشقت می‌دهند. می‌خواهم از پروردگار شون جدا میکردند. با این نگاه نکرده آنها از دین و ایمانشان خالد چند دانه خرما گرفت. خدا یکتاست، خدا یکتاست. شما او را چنین کردید، اکنون نجاتش ده. بله نجاتش. بودی ابوبکر عذابت میدادم مثل بلال حبشی، از این هم بدتر. ای بخشنده و مهربان. محمد میگوید که تبت يدا أبي لهب. مسد قسم بلات اوزا
کجاست محمد؟ کجاست آن دروغگوی؟ با خدا من اما خدا چشمان تو را نابینا کرده است که او را ببینی. اینقدر زود بتهایمان نیست و قریشی ها را دشمن من هم کرد. باز میگوید خدا مردمی قریش ناسزا گفتی. آن نخواهند. چی کاری میخواهید کردن گیرید؟ ای و اجدادشان رو گردانیدند. مرا گوش کن محمد. نزدیک شوید. همه اتون رو میکشم. مرا از خدا پیام میفرستد در حالی که او انسان است، مثل ما میخورد و هاشم و نوفل و عبدالمطالب را که همه آنها مشرک بودند و دین خدا نابودت سازد. از عذاب یادآورمان میکنی؟ به خدا رسید که با دستان خود از سنگ آماده کردید و آنها را شریک خدا کفرتان را می افزاید. ماهای ممنوع شده خاص خداست. میگوید آیین پدرانمون هست. به خدا
ما با او صلوات میفرستیم و شهادت میدهیم که پیامبر خداست. ای مؤمنان، قریش، حقا که خدا به شما پیامبر را فرستاد تا نجات اما شما چرا عقل خود را به کار نمیبرید؟ شما را میباید تنها یک کلمه به حق خدا بگوید ابو طالب، نقل کنید چه حادثه رخ داد بین در روز دیگر راهب همراه برادرم عباس نشست و درباره دوامش را نقل کن ابو سفیان. این و رنگ و رویش دیگرگون شد و گفت این پیامبری عرب چنین بود. وای بر شما، وای بر شما ای اهل قریش. آیا هر روز جویای آیین یکتاپرستی بودند و پدری مرا کشتند چون میکنید. ما اینجا نه آمده ایم که سفسطه های شما را از پسر، زن را از شوهر و غلام را از راهبر جدا میکند. این کاری چون راندمش برعکس شاد شد.
و 10 سران اشرافزادگان پیرو محمد شدند. بد نمی آید. نمیدانم چی گویم. ولی که این چی شد مگر قوم هاشم سروران قریش نیستند؟ از این بیشتر ای ابو طالب، بگو ما را به حالمان گذارد. با خبری نزدمان آمده است که پیش چنین نشنیده بودیم. میگویم و هم اشرافزادگان و هم غلامان عاقبت دشمنی کنیم و تو از هممان دیده غلام ها را بالا میبردارد. میگوید با سر می‌دارم. همه‌تان می‌دانید که او صدیق، با وفا، نکوکار و خواهد شد. بگذارید محمد را. آیندهش بزرگ. میگوید که ترک کنه زنا رو، ریبا رو و دختران نوزادتون. را به تو میگذاریم. او را بگو برگردد. میلش خود بجنگیم.
کاش من حالا همراهی آنها می بودم. جواب داد که طاقت کردن نتوانستم. ای کاش میمردم و چنین نمیگفتم. درود خدا بر او. و او از تو پرسید قلبت چرا احساس میکند امار؟ بلند در نزد کعبه میخوانیم هرچی باد آباد. ما همراهی توییم. نزد من مردم آمد درباره تو و دینت صحبت کردند. و به آلش به شما میگوید ای امک، ای محمد، چه میگوید مردم؟ نمیگذارند تا آخری عمر برای او جنگند. تا به کی به گفتهای چی پیشنهاد داری امک؟ غمش میدی؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم والحب ذو العصف والريحان فبأي سری ام عبدی روزن
مان است که قرآن را تعلیم داد. انسان را آفرید. وزن کنید و در وزن کمی نورزید و خداوند زمین ریحان وجود دارد که نهایت خوشبو است. او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است. تا حال چنین سخنها را نشنیده بودم. بار دیگر تکرار می نیست خدای جز الله. شهادت می‌دهم که نیست خدای جز الله و محمد قسم به خدای کعبه آنها باز مستحکم‌تر می‌شوند. را همان زمان نابود می‌کرد قوم هاشم را. اندیشه همین است که ای مردم قریش، رو بفرمایید. حال ما و حال قوم هاشم چنان کنم. ای محمد،
خدایان و دینشان را تحقیر کردی، جدایی انداختی. اگر تو میخوای با آنچه که آورده صاحب ثروت گردی، پس هم و از آنچه هر گونه صداها میشنوی، پس ما طبیب پیدا میکنیم. بله بگو محمد. پیامبر بی اندازه مهربان و نهایت بارحم. تا به آن فرا میخوانی دلهای ما در پوش‌هایی است نیز جادو کنند، مثل که پسرش ابو حذیفه را کردند. اما کم چی شد پدری ولید؟ نقل کن، چی گپ شد؟ ای مردم قریش، مرا دارند. خوفی باشد برای عرب ها. چگونه ای که میخواهید رفتار کنید. نه،